بسم الله الرحمن الرحیم. تاکنون با فرایض وضو و سنت‌های وضو آشنا شدید. امروز می‌پردازیم به مستحبات و مکروهات وضو. مستحبات و مکروهات یا مستحب و مکروه اصطلاحاتی هست که اینها را زیاد شنیدید یا زیاد میشنوید. وقتی که ما میگیم که فلان چیز مستحب هست، مستحب یعنی چی؟ مستحب یعنی آن چیزی که شریعت اسلامی آن را پسندیده. مستحب یعنی پسندیده شده. مکروه یعنی ناپسند، ناخوشایند. عکس معنی مستحب را میدهد. و مستحب گاهی وقتی در کتاب‌های فقهی یک تعبیر دیگری رو دارند. مثلا میگن که مندوب هست یا فلان چیز ادب هست، جز آداب وضو هست. اینا همشون یکی هست، تفاوتی نداره. چی بگوییم مستحبات وضو یا بگوییم که آداب وضو یا بگیم که مندوبات وضو، تمام اینها یک معنی دارد. معنی مستحب آن هست که یعنی کاری که انجام دهنده اش پاداش دارد، اگر انجامش داد به او ثواب میرسد و اگر انجامش نداد گناهی به او نمیرسد و در وضویش هم اشکالی به وجود نمی آید، وضویش کاملا صحیح است. پس بنابراین این درجه مستحبات از درجه سنت های وضو یه مقدار پایین تر هست. اگر کسی انجام داد، این آداب را مراعات کرد، وضوش کامل تر هست، به اون ثواب میرسد. و اگر انجام نداد، در وضویش هیچ گونه اشکالی به وجود نمی آید. اینا تقریبا حدود شاید 10 مورد باشند که هم مستحبات و مکروهات که عرض کردیم که عکس مستحب هست. یعنی اگر کاری انجام دادنش مستحب هست، ترکش مکروهه. و برعکس اگر کاری انجام دادنش مکروه باشد، ترک آن مستحب هست. یعنی با هم دیگر ارتباط مستقیمی دارند. یکی از مواردی که در فقه حنفی جز مستحبات وضو شمرده شده، مسح گردن هست که وقتی که کسی وضو میگیرد همراه با سر و بعد از این که سر خودش را مسح کرد، با همان آب و با همان دست گردنش را هم مسح بکند. در فقه حنفی کیفیت مسح گردن را به این گونه ذکر کردند که شما مثلا سر را مسح میکنید، کیفیت مسح سر به این کیفیت است، یعنی دست را وقتی که خیس هست روی سر میگذارید و میبرید تا آخر سر که به صورت کامل مسح بشود. البته عرض کردیم قبلا در فرایض وضو که در فقه حنفی تنها 1/4 سر رو مسح کردنش جزء ارکان و فرایض هست. بعد از این که سر را مسح کردیم، با پشت انگشتان دست به این کیفیت دستها را برمیگردانند و پشت گردن را هم مسح میکنند. این در فقه حنفی جزء مستحبات هست. میگند که در این زمینه روایاتی اومده، گرچه این روایات ضعیف هستند اما دلالتی دارد بر این که شاید احیانا رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار را انجام داده باشند و جزء سنت های وضو نیست، زیرا که عرض کردیم که سنت درجه یک مقدار بالاتر هست. اما مسح حلقوم بدعت هست. مسح حلقوم یعنی قسمت جلوی مقابل گردن رو، یعنی پشتش رو مسح بکنن سنت مستحب هست، اما جلوی گردن رو اگر مسح بکنن این جزء بدعت ها، زیرا که هیچ گونه دلیلی در این زمینه وجود ندارد. پس بنابراین مسح گردن در فقه حنفی یکی از مستحبات وضو هست. مورد دوم این است که در هنگام وضو گرفتن از کسی دیگر کمک نگیرد. این گونه نباشد که یک فردی آب بریزد و فرد دیگر وضو بگیرد، مگر در صورتی که نیاز باشه. یک فردی نمیتواند کم زمان به طور مثال پارچه آب یا آفتابه رو بردارد و وضو بگیرد، شاید این توانایی رو نداشته باشد. اگر کسی دیگر کمکش کرد اشکال ندارد، اما اگر میتواند بهتر این است و مستحب هست که از کسی دیگر کمک نگیرد. مورد بعدی این که در هنگام وضو بدون حاجت و نیاز صحبت نکند.
اگر نیازی به وضو نیست، برخی نشستن هنگام وضو گرفتن مشغول قصه و حرف و حدیث خودشون هستن. مستحب این هست که در هنگام وضو گرفتن انسان زودتر وضوش رو بگیرد و کامل بکند، حرف نزند، مگر در صورتی که نیازی باشد. یک فردی اومد ازش یک چیزی رو پرسید، همون لحظه مجبور بود که جواب بدهد، اشکالی ندارد. مورد بعدی این هست که انگشتری اگر در دستش هست این رو تکان بدهد، البته در صورتی که این انگشتر گشاد باشد، یعنی راحت در انگشت حرکت بکند. در این صورت تکان دادنش، حرکت دادنش مستحب است. اگر یک فردی انگشتری دارد و انگشترش کاملا چسبیده به انگشتش هست، یعنی تنگ هست و اگر تکانش ندهد آب زیر آن نمی رود، در اون صورت لازم هست که انگشترش را باید جلو و عقب بکند و تکانش بدهد تا اینکه تمام قسمت‌های انگشت باید شسته بشود. اما اگر گشاد هست، معمولا هم آب زیرش میرسد و پوست خیس می شود، اما به خاطر احتیاط اگر انگشترش را تکانی بدهد، این جزء در واقع مستحبات وضو هست. و عرض کردم خدمت شما که برعکس این کارهایی که عرض کردیم که مستحب هست این کار رو انجام بدهد، اگر انجامش نداد میشه جزء مکروهات. و من جمله مکروهات وضو این رو ذکر کردند که اسراف در آب. یکی مثلا نشسته برای وضو گرفتن، آب خیلی زیادی رو اضافه از اون مقداری رو که نیاز هست در واقع مصرف می کند. این در واقع جزء مکروهات به اصطلاح وضو هست. یا اینکه مثلا یک بعضی از افراد مثلا بیشتر از 3 مرتبه میشویند، اینم جزء مکروهات وضو هست که انسان باید از آن پرهیز بکند. مورد دیگر از مکروهات وضو کم استفاده کردن آب هست، به گونه ای که شاید خللی در وضو به وجود بیاد. همان گونه که اسراف در آب جزء مکروهات هست و کم مصرف کردن آب به اندازه‌ای که انسان مطمئن نباشد که تمام قسمت‌های اعضای وضو شسته شده یا شسته نشده، اینم جزء مواردی هست که گفتن جزء مکروهات هست. یکی دیگر از مکروهات وضو این هست که انسان وقتی که وضو میگیرد آب را با شدت و با یعنی محکم به صورت خودش بکوبد. این هم جز مواردی هست که علما گفتن در فقه حنفی یا بقیه فقه هم جز مواردی هست که مکروه هست در هنگام وضو گرفتن. تفاوتی نداره روی به اصطلاح چهره باشه یا اعضای دیگر، وقتی که آب را با قدرت مثلا دست بگیرند و بکوبند روی چهره خودشون، این یکی از مواردی هست که جزء مکروهات در هنگام وضو هست. و یکی دیگر از مواردی که در این زمینه ذکر شده این است که انسان نباید اسراف بکند در مورد استفاده از آب. و جزء آداب وضو هم که یکی دیگر از آداب یا یکی دیگر از مستحبات وضو این است که دعایی را که در این زمینه ثابت هست این دعا را بخوانند، که دعای آخر وضو هست که دعا این اندازه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آموزش دادند: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. تا این اندازه در صحیح مسلم آمده. اضافه یک مقدار دیگری هست که در روایت ترمذی آمده: اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. این دعایی هست که برای وضو نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در فقه حنفی اینو جزو مستحبات وضو در واقع آوردن. و در مورد فضیلت این دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که وضو بگیرد و بعد از وضوی خودش این دعا را بخواند: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که تمام 8 دروازه بهشت به رویش باز می شود و از هر دروازه‌ای که بخواهد می تواند که از آن در واقع وارد بشود. اینها جزء مواردی هست که در فقه حنفی اینها را جزء
مستحبات یا جزء مکروهات در واقع ذکر کردند. برای این که وضوء ما کامل تر باشد بهتر است که تمام این آداب را، یعنی مستحبات رو انجام بدهیم و از مواردی که مکروه هست و از نظر شرعی ناپسند گفته شده از آنها پرهیز بکنیم. این تأثیر مستقیمی بر صحت وضوء ما، بر کامل شدن وضوء ما و بر بیشتر بودن ثواب وضوء ما تأثیر مستقیمی دارد. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما رو به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.